تا حالا شده توی طبیعت قدم بزنی و ناگهان با صحنه‌ای از زندگی حیات وحش روبرو بشی؟ یک لحظه ناب که قلبت رو به تپش بندازه، نفساتو حبس کنه و اونقدر موندگار بشه که این داستانو برای بچه‌هات، نوه‌هات و حتی دوستات تعریف کنی. من محمد صادق محمدی است. اینجا هستم تا شما رو با دنیای پر از شگفتی و رمز و راز خودم آشنا کنم. دنیایی که هر لحظهش پر از داستانه، پر از تجربه ها و شگفتی هایی که باید خودتون لمسش کنید. تو این 12 سالی که با دوربینم در طبیعت هستم، 10 سال به صورت تخصصی تو حوزه حیات وحش فعالیت دارم. چالش های زیاد رو پشت سر گذاشتم، از جمله رو در رو شدن با حیوانات وحشی. یادم اولین باری که پلنگ رو تو کوههای البرز دیدم، قلبم داشت از هیجان منفجر میشد. دیدن اولین بار پلنگ برام خیلی جذابیت داشت. اون لحظه فهمیدم که حیات وحش فقط یک تصویر زیبا نیست، یک ماجراجویی واقعیه، یک ارتباط عمیق با طبیعت و هر موجود زنده‌ای که تو اون طبیعت زندگی میکنه. از همون روز تصمیم گرفتم که این دنیای پر از شگفتی و پر رمز و راز رو بیشتر بشناسم و حالا آمادم این مسیر رو با شما به اشتراک بذارم. توی این سفرهای طولانی که داشتم، بارها با چالش‌های زیادی روبرو شدم. از جمله پیدا کردن لنز مناسب برای عکاسی از حیات وحش، خرید دوربین شکاری مناسب و حتی خرید دوربین مناسب و خرید تجهیزات کمپینگ برای ماجراجویی‌های طولانی. خیلی از این تجربه ها رو با آزمون خطا یاد گرفتم، چون امکانات زیادی در دسترس نبود. اما همین سختی ها منو به این جای رسوند که حالا بتونم از تجربه هام با شما صحبت کنم. فرقی نمیکنه شما تازه کارید یا یک طبیعتگرد حرفه‌ای. اینجا قدم به قدم با من همراه میشید تا چگونه در مناطق حفاظت شده تراگانه رفتار کنید که بتونید به حیات وحش نزدیک بشید و لحظه های ناب و شکار کنید. تکنیک ها و ابزارهایی که خودم استفاده میکنم و بهتون یاد میدم. از اشتباهاتی که مرتکب شدم رو براتون بازگو میکنم و مسیر مطمئن‌تری و راحت‌تری رو برای شما هموار میکنم. خبر خوب این که تو ویدیوهای جدیدم قراره به صورت تخصصی درباره تجهیزات حیات وحش با شما صحبت کنم. تجهیزاتی از جمله خرید دوربین شکاری، خرید لنز مناسب، خرید دوربین فیلمبرداری و حتی خرید تجهیزات صدا برداری. من اینجا هستم که تجربه‌ای که یاد گرفتم و با شما به اشتراک بگذارم. دنیای حیات وحش یک ماجراجوی بی پایانه. پس دوربین هاتون رو آماده کنید، کوله هاتون رو ببندید و با من همراه باشید برای سفر به ناشناخته ترین زوایای طبیعت و حیات وحش.